اگه فکر میکنید برای هر اتفاق عجیبی یه پاسخ منطقی، علمی و قانع کننده وجود داره، اگه فکر میکنید آدمایی که توی گفتن یه سری از داستاناشون کمی اغراق میکنن تا داستانی که دارن تعریف میکنن و جالبتر، هیجان انگیزتر و یا پر رمز و رازتر جلوه بدن، توصیه میکنم داستان واقعی اتفاقاتی که توی کوههای کامردابان افتاد رو هم بشنوید. بله، کوههای کامردابان بلندی‌های عجیب و منجمد کننده سیبری، جایی که تو تابستون سال 1993 یک گروه کوهنوردی همگی جوون و پر انرژی به سفری رفتن که هیچ وقت به پایان نرسید. گروه کوهنوردی این جوونا از 7 نفر تشکیل شده بود که سرپرستیشون رو یه خانومی 50 خرده‌ای ساله به نام لیدیا کورژینا به عهده داشت. خانم لیدیا به داشتن تجربه بسیار و سخت کوشی معروف بود. کسی بود که همه بهش اعتماد داشتن و احترام میذاشتن. تمام 6 نفر اعضای گروه جوانای 20 خرده‌ای ساله بودن، جوانای پر انرژی و مصمم که رؤیای صعود از رشته کوههای کامردابان رو در سر میپروروندن. همشون خوب میدونستن که مسیری سخت و پیش رو دارن، اما هیچ کدومشون حتی تصورش هم نمیکرد که این مسیر اینقدر خطرناک یا حتی کشنده باشه. گروه صعودشون رو آغاز کردن. چند روز اول همه چیز خیلی خوب پیش میرفت، اما روز 4 بود که شرایط جوی به طرز غیر منتظره‌ای تغییر کرد و هوا به طرز عجیبی دگرگون شد. بارون سیلاسا، مه غلیظ، سرمای غیر منتظره و غیر قابل تحمل و خلاصه هر چیزی که هیچ کس حتی انتظارش رو هم نداشت اتفاق افتاد. از همینجا به بعد بود که سفر این گروه به یک کابوس تبدیل شد. کابوسی که جون تک تک افراد اون گروه رو گرفت و فقط یه بازمانده به جا گذاشت تا داستان کشته شدن اعضای گروه رو برای بقیه تعریف کنه. ولنتینا یه دختر 17 ساله تنها بازمانده این گروه کوهنوردی بود. بقیه همه جونشون از دست داده بودن. والنتینا توی بازجویی‌ها و تحقیقاتی که در این مورد در حال انجام بود به عنوان تنها بازمانده و شاهد ماجرا شرکت داشت. تعریف میکرد و میگفت همه چیز به طور خیلی ناگهانی و با صدای جیغ یکی از اعضای گروه شروع شد. والنتینا میگفت اون شخص بعد از جیغ کشیدن به زمین افتاد و بدنش بدون هیچ علت خاصی شروع به لرزیدن کرد. بعد نوبت بعدی شد و سر نفر بعدی هم دقیقاً همین بلا اومد. همه دست پاچه شده بودن. هیچ کس نمیدونست چه کار کنه. هیچ کس نمیدونست چه چیزی باعث یه همچین واکنش وحشتناکی شده بود. چیزی که عمق وجود والنتینا رو لرزونده بود چشمای پر از ترس قربانیان این فاجعه بود. والنتینا میگفت ترس توی چشمای همتیمیهاش موج میزده و از حالت چشما و طریقه نگاه کردنشون قشنگ معلوم بوده که اونا دارن به یه چیزی نگاه میکنن، دارن یه چیزی رو میبینن که من نمیتونستم ببینم. از نوع نگاه کردنشون معلوم بود قشنگ انگار یه موجود نامرئی داشت به دونه دونهشون حمله میکرد. با به یاد آوردن اتفاقاتی که شاهدش بود اشک وحشت و بهت از چشمان والنتینا سرازیر شد. با این وجود به صحبت کردن ادامه داد و گفت چشمای همه پر از ترس شده بود و همگی بلا استثناء شوکه شده بودند. از دهان بعضی از اعضای گروه خون و از دهان بعضی دیگه کف بیرون می اومد. توی اون موقعیت وحشتناک که همه از ناباوری می لرزیدن و به دور خودشون می چرخیدن چیزی جز فرار به فکر کسی نمی رسید. یکی فرار می کرد، اون یکی روی زمین می افتاد، اون یکی
صورتش رو گرفته بود و فریاد میزد. والنتینا میگفت فقط چند دقیقه طول کشید تا همه اعضای گروه جون خودشون از دست دادن. همه جز خودمون. در پاسخ به این سوال که چی باعث شد که اون زنده بمونه، والنتینا گفت بدنش از ترس قفل شده بوده و زبونش بند اومده بود. نمیتونسته حرکتی کنه و نه حتی فریاد بکشه. یه گوشه نشسته بوده مثل یه تکه سنگ، بی حرکت، ساکت. حتی نمیتونسته گریه کنه. میگه واقعا نمیدونم چرا، شاید همین بی حرکتی و سکوتم باعث شد زنده بمونم. والنتینا یه دختر 17 ساله مجبور شده بود شب و تک و تنها کنار جسد دوستاش صبح کنه. تنها با صدای باد و بارون و جسدهایی که تازه جون داده بودن. صبح روز بعد والنتینا شوکه، تنها، وحشت زده و لرزون به پایین کوه میرسه. ولی کابوس اون روز تا آخر عمر با اون خواهد موند و ما به تنها نتیجه‌ای که با شنیدن این داستان رسیدیم این بود که کوههای روسیه یه راز تاریک و در دل خودشون جای دادن. رازی که شاید هیچ وقت فاش نشه. رازی که نه تنها باعث مرگ اعضای این گروه بلکه چندین سال قبل حادثه دیاتلوف رو رقم زده بود. ماجرایی که 34 سال قبل توی کوههای اورال رخ داد. 9 کوهنورد جوان وسط برف و سرما در شرایط عجیب و وحشتناک کشته شدن. بعضیاشون بی کفش و نیمه برهنه وسط برف پیدا شدن. بعضیا با جمجمه و قفسه سینه خرد شده بدون هیچ ردی از حمله حیوانات یا حتی آدما. و هنوزم بعد از سالها هیچ کس مطمئن نیست اونجا چه بلایی سر اون گروه کوهنوردی اومد. در نهایت توضیحات والنتینا کمک چندانی به کشف راز مرگ اعضای این گروه کوهنوردی نکرد. یک گروه فورنزیک، یکی 2 نماینده از پزشک قانونی و پلیس روسیه برای تحقیق و بازرسی جنایی، عکاس برای عکاسی از محوطه حادثه و چند تا کوهنورد با تجربه و همراه وسایل لازم برای پایین آوردن اجساد از کوه روانه محل حادثه شد. بدن همه اعضای کشته شده کوهنوردی سالم بود. نه زخمی، نه جراحتی، نه اثر چنگال یا دندان حیوانی، نه ردی از حیوان یا درگیری. فقط نشونه‌هایی از خونریزی داخلی و بیرونی دیده میشد. و اون پرسش بزرگ هنوز هم سر جاشه. چی شد که اون 6 نفر به طرز مرموزی جونشون از دست دادن؟ البته مثل هر موضوع ماورا طبیعی دیگه نظریه های زیادی در این مورد ارائه شد. بعضیا گفتن رعد و برق باعث مرگ همه شده بوده. بعضیا احتمال مسمومیت با گیاه یا آب آلوده رو مطرح کردن. یه سری هم گفتن همون پدیده مرموز و ناشناختی که ماجرای دره دیاتلوف رو رقم زده بوده باعث کشته شدن اعضای این تیم هم شده. خیلی از محققا حد زدن یه چیزی مثل هیستری جمعی یا ترس جمعی یا یه جور شوک عصبی باعث مرگشون شده و چون والنتینا واکنش خیلی منفعلی داشته بدنش تحت همون فشار قرار نگرفته. در کنار همه اینا یه نظریه دیگه هم هست که میگه شاید والنتینا فقط خوششانس بوده و هر چیزی که بقیه رو کشته، حالا چه مسمومیت، چه رعد و برق، چه چیزای ناشناخته و ماورا و طبیعه، به والنتینا اثر نکرده. به هر حال تا به امروز نه دانشمندا، نه پلیس و نه کوهنوردا هیچ توضیح روشنی برای مرگ این 6 نفر ندارن. فقط حدس و گمان و یه راز ترسناک. پاینده و سربلند باشید. بهنام.